امیرحسین هستم، مجری برنامه رقابت‌طوری و نوروز 1403 رو بهتون تبریک میگم. ببین من هی به تو میگم نگو این سالو. این اون کلیپه؟ نه این چپه اونه، برعکس من باید خوب بخوره. نمیشه دیگه، هر چقدر خورد. آقا میزان سوال هر چقدر خورد. من گرممه. خب تو اصلا چرا دعوا تو با من نکن، با طرف حساب کن، تو چرا با من دعوا می‌کنی؟ نظرت در مورد استرس من وقتی حرف میزنم اینا شما خیلی یه چیزایی میگین که من یه ذره عصبی میشم، ولی این پارتیشن رو آخه عینکی نیست. ساکت برگردیم ببینیم منو دیگه چجوری میخوایم ما باید پاشیم سرپا؟ آره دیگه سرپا دیگه. بابا مگه میشه با صندلی بابا دنده عقب چرخی نیست که. ببین شالا زیرت میگیری میچرخی میشینی دوباره. بابا این صندلی پلاستیکیه به قرآن اینجا ان میشیم زمین. خیلی زشت نیست آدم که اینقدر دم از شخصیت میزنه بگه ها ها ادای خانم در بیاره. سلام، به رقابت‌طوری خوش اومدین. امیرحسین هستم، مجری برنامه رقابت‌طوری و نوروز 1403 رو بهتون تبریک میگم. امروز قراره دو نفر که تا حالا همدیگر ندیدن به صورت بلایند دیت با همدیگه قرار بذارن. بریم بدون معطلی سوالا رو ازشون بپرسیم. خودتون رو معرفی کنین و بدون اینکه سنتون رو بگین شغلتون رو هم بگین. خانوما میگن مقدم‌ترن دیگه اصولاً. خب سلام، من شهلا هستم. شغلم من سالن زیبایی دارم. سلام، امیررضام. شغلم هم که ساختمون سازم در واقع و حالا یه سری بیزنس دیگه. سوالامون غیر از این چیز دیگه ای نبود. روزتون رو چجوری میگذرونین و توی طول روز چه کارایی انجام میدین؟ میشه اون قضیه که خانم مقدما اینجا کنسل باشه؟ نه دیگه، چرا کنسل کنیم؟ جای خوبش مال خانوما، جای بدش مال ما پسرا. بفرمایید. خب به گفته لیدیز فرست. روزمو چجوری؟ خب من نمیدونم چرا کلا خیلی بیش از حد عاشق خوابم و خب از خواب که بیدار شم یه سری کار تو سالن هست که باید برم سر بزنم رسیدگی کنم و مهمترین چیز کل روز بر من اون تایمیه که باید برم باشگاه و اگه یه روز نرم واقعا عذاب وجدانش خیلی روانمو به هم میریزه. آشپزی هم گاهی میکنه، البته 99% مواقع غذا از بیرون میخوریم دیگه. همین. طبق اشتباه همیشه صبح بیدار میشیم، صبح بخیر میگیم به هم، بعدش روزمون رو شروع میکنیم. بعد از اینکه روزمون رو شروع کنیم برعکسش که تفاهم خیلی خاصی داریم به هم، صبح خیلی زود بیدار میشم و اصلاً به خواب علاقه ندارم به هیچ عنوان. نهایت 4 تا 6 ساعت نهایت. و اینکه بیدار میشم کار، وسطاش تفریحای شمرده و حالا بعدش هم خواب و دوباره تکرار. همین. فکر نمی کنم خارج از این باشه چیز دیگه. تفریح فعلا خیلی کم، بیشتر کار، لذت بخشتر. از رابطه خوب چه انتظاری دارین؟ به نظر من رابطه خوب اول اون حس دو طرفه هست، بعد توجه، بعد احساس مسئولیت دیگه. اینا به نظر من 3 تا اصلی هست. از رابطه خوب یه سری چیزایی که دوستمون گفتن که من خب حالا کاری ندارم بهش، ولی یه سری چیزایش ساختنیه و چیزی که من میخوام چیزی نیست که اون اول تمام چیزی رو که خواسته هامه و طرف داشته باشم. چیزی نیست، وجود نداره. باید طرف تو بسازی، ساخته شه. و فکر نمی کنم چیزی باشه که بخوای به زبون بیاری. باید با طرفت بگذرونی تا متوجه یه سری حرفا بشی که بتونی خروجی بگیری ازش. تا به یه چیزی داده ندی که خروجی نداره، چجوری میخوای خروجی بگیری؟ طرفتو بسازی یا خودتو بسازی. و اینکه خب وقتی با یکی قرار آشنا بشی، به نظر من ایناها اول مهم نیست. اول اصلا باید ببینی به اون طرف حس داری. خب نظر من دقیقاً همینه. آدمی که اول خودشو نساخته نشناخته چجوری میخواد بره با یه نفر دیگه وارد رابطه شه و با هم یه چیز دیگه رو بسازن؟ کسی که تا حالا یه بار یه چیز رو امتحان نکرده چجوری میتونه 2 بار امتحانش کنه؟ من که فکر نمی‌کنم بشه. پس اول خودشناسی داریم، بعد دیگران شناسی.
تو دیت اول چیا براتون مهمه و از طرف چی ببینین ازش خوشتون میاد؟ سبک لباس پوشیدنش خیلی مهمه. بو خیلی مهمه. یعنی خیلی وقتا من شده که طرف همه چیزش اوکی بوده و مثلا رفتم حالا باهاش دیت، بعد نمیدونم یه بوی خاصی میداد، حالا نمیدونم، بر من این خیلی مهمه. شاید اصلا بر خیلی این ملاک نباشه ولی بر من خیلی مهمه. بعد استایل و تیپ هم که گفتم، بعضی وقتا مثلا میبینی طرف شلوار جین پوشیده با مثلا یه کفشی که بر یه استایل کت شلواریه، خب اینها خیلی به چشم من میاد. شاید بر بعضیا مهم نباشه ولی بر من مهمه. و طرز حرف زدنش هم خیلی، مثلا از همون دقیقه‌ای که میشینه هی منم میکنه، اینا خیلی رو اعصاب منه واقعا. و همون لحظه اگه بهم اجازه بدن از همونجا پا میشم هر جا که حالا هستیم، کافی شاپی، میرم بیرون. بعد خب زشته دیگه، مجبورم تحمل کنم تا تموم شه دیگه. خب خدا رو شکر همینجا الان گفتید خودتون عالیه دیگه همین. یه بار دیگه سوالا رو بپرس. جواب دادی دیگه. اینکه طرف چی کار بکنه خوشت میاد. اینایی که گفتم رو رعایت کنه خوبه. تمام. به نظر من واقعیتش اصلا چیزایی که گفتن دوستمون برای دیت و شناخت یه نفر، دیت اول نمیری که یه مدل ببینی، یه نمیدونم آدم واو، نه، طرف رو باید شخصیتش رو بشناسی تا انتخابش کنی. از یه بند کفشش و نمیدونم شلوار جینش با فلانش فلان نباشه، چه رابطه ای تو میسازی؟ پس همونو نساز دیگه. اصلا تو قبل اینکه با طرف بخوای بری وارد رابطه بشی باید از یه چیزای خوشت بیاد دیگه. حالا یا استایلش یا اگه خوشت نمیومد که خب اصلا تو باش دیت نمیذاشتی. حالا برخلاف و برعکس این برنامه الان که ندیدیم، همو داریم صدای همو میشنویم، ولی شما وقتی یکی رو میخوای انتخاب کنی اول میری میبینیش چه شده، عکس چه اصلا صحبت چه هر چیزی که فکر کنی. بعد اون تازه که شناخت ایجاد شد بعد میری ببینی. حالا اگه اونجا نمیدونم این پاچه شلوارش انقدر بلند بود انقدر کوتاه بود، از شخصیت اون چی برای تو کم میکنه؟ هیچ. من اصلا حرفم اینا. یا نمیدونم طرف صحبتش فلان بود، خب صحبتش فلانه، چیزی نیستش که بخواید یهو جنگ کنه باید. یهو دیت اول اسمش روشه، داره میگه دیت اول. صحبتش فلانه، مثلا از همون دقیقه اول بیاد هی چه میدونم بگم من خیلی نمیدونم. خب منم فرق میکنه. آره من خیلی بدم میاد بحث منم. خب این هر کسی خوشش نمیاد قطعا منم زدن دیگران، چون هر کی واسه خودش یه منمی داره. ولی اینکه طرف چی برداشت میکنه ازت از رو منمه، این باز خودش خیلی چیزتره، متفاوت تره. ولی این برداشت‌ها یکم حالا متفاوته، هر کسی یه برداشتی داره. چی میشه گفت؟ اول این داستان که الان شروع کردیم یه چیزی رو اومدیم اون سر جاش، در ادامه‌ش هم این که طرف ظاهر نمیگم برام مهم نیست، بسیار مهمه شخصیت، ولی بسیار مهمتره تا ظاهر. یعنی اگه من یه آدم با شخصیت باشه، شاید اصلا تیپ و استیل درست، اون درستی که میگم درست ذهنی خودم، نه هر کسی که ببینه، نداشته باشم بهش میگم که درست کنیم. ما توی جواب قبلی گفتیم 2 نفر شروع میکنن که درست کنن. خب پس اینکه اول اینو نداشت من کاتش میکنم، من خطش میزنم، که این جواب نشد دیگه. پس چرا رابطه داری درست دیگه؟ آدم میره سمت کسی که حداقل یه ذره تایپش باشه. اگر شخصیتش تایپ تو بود، به نظر من شخصیت تایپ تو شخصیت طرف از کجا میتونی تشخیص بدی؟ نگاه کن تو یه سری چیزایی، هر انسانی تو 3 ثانیه اول یه کاتی از یه نفر میزنه که متوجه میشه اون طرف کیه چیه. حالا تو اون 3 ثانیه تشخیص دادی، طرف تو دادی، ندادی هم میشه این حرفی که داری میگی. غیر از اینه؟ به نظر من قبل اینکه کسی رو ببینی و تازه میخوای بری دیت اول، یه سری چیزا مثل همون سبک پوشش و
چه میدونم. خب اینا اهمیت داره ها. اینا خب تو ذهن آدمه تا اینکه مثلا تو بیای بگی اوکی آدم با شخصیت، ولی اونجا که بشینی ببین تو اینو که میگم تو همون دید اوله خب، ولی وقتی بشینی باش به صحبت کردن توی اون صحبتات تو دنبال چی میگردی توی طرف؟ خب دنبال شلوار عوض کردن؟ آره خب نه، قبلش تو اینا باعث میشه که بری سمت طرف. آها. بعد حالا ایناها رو میبینی اصلا شاید طرف 2 کلمه حرف زد، بهترین استایل و تیپ هم داشت، تو از همون لحن حرف زدنش بدت اومد و به دوم نرسید. 100% حرف زدن و شخصیت مهمه، ولی داریم میگیم چه چیزی باعث میشه تو دیت اول تو از طرفت خوشت بیاد. خوبه، نمیدونم، من نظر خودم رو گفتم. خط قرمزاتون تو رابطه چیه؟ میشه اینو شما بگین؟ من بگم؟ کنم؟ آره. خیانت، ارتباط با دیگران، فکر نمی کنم دیگه چیزی غیر از این باشه توی رابطه های امروز الانی. من به سرعت گفتم دیگه، مکس نکردم. همون خیانته به نظر من. چه عجب یه جا حداقل تفاهم داشت. خب دوست دارین پارتنرتون چه ویژگی‌های ظاهری داشته باشه؟ بگن دیگه، خانوما رو ظاهر حساس دارن. چی دوباره میگی؟ دوست دارین پارتنرتون چه ویژگی‌های ظاهری داشته باشه؟ پارتنر، ببین به نظر من سر اون سوال دوم یه بحث بزرگ درست شد دیگه، این بازی کثیف ادامه ندید. من حرف راجع به پوشش ندارم. یعنی چی؟ یعنی گفتم دیگه، دوباره که نمیشه بگم. چرا دو اخباری مگه یه بار بگی؟ پوشش، خب گفتم ببین پوشش بر من خیلی مهمه، بستگی داره به طرف چی بیاد. من خودم شخصا بهم همه چی میاد. به خودت؟ وای خدایا. خب دیگه گفتم. من که چیزی نشنیدم. شما چیزی شنیدید؟ من نشنیدم چیزی درست باشه جواب باشه. خب ببینید مثلا یکی میبینید الان باز من یه چیزی میگم دوباره میگن شخصیت طرف چه ربطی به قد داره، چه ربطی به لباس داره. من جرئت نمیکنم آقا دیگه حرف اصلا کسی جرئت نمیکنه رو حرف شما حرف بزنه. هم شما هم من میگم شما میگی، کسی دیگه نیستش که حرف بزنه. نه من هر چی میگم شما نقض میکنیش. من واقعا دلیل نداشته نقض کنم، فقط یه سری چیزایی که بود اوکی بود دیگه من تکرار نکردم، اونایی که منفی بود اونا رو فقط بازگو کردم. همین. اگر چیز بدی گفتم که اختلال ایجاد کرده واسه اعصابتون، من عذرخواهی میکنم، مشکل نداره، با عذرخواهی کردن مشکل نداره. خب بستگی داره به طرف چی بیاد، هر چی بیاد من اوکی ام باش. مثلا یکی میبینی اسپورت میاد بهش، من اسپورت رو میپسندم، یکی کلاسیک خوبه، تموم دیگه. ظاهری قطعاً باید به خودم بخوره، حالا طی چیزایی که داره باید به خودم بخوره حتما، نه اینکه بگم خب اینجوری باشه اونجوری. آره آفرین. و اینکه یه سری تزا خب باید بیاد به طرف که تو بهش بگی این جذابتره روی استایل تو تا این. ولی خب من الان بیام بگم نمیدونم کلاسیک دوست دارم، نمیدونم اسپورت دوست دارم، لش دوست دارم، اینها فکر نمی کنم. بعد طرفو دید، بعد پسندید، بعد پسندیده شدنه بگی خب حالا این لباس هم برای تو پسندیده است. خارج از اون یه چیز واهیه گفتنش. چه چیزی تو زندگیتون شما رو امیدوار نگه می‌داره برای ادامه زندگی؟ مادر پدرم. خانواده. چه با خنده. خانواده. ببخشید که من میخندم. نه خوبه، برعکس هر کسی یه جذابیتایی داره بالاخره. به نظرتون کلید یک رابطه طولانی و موفق چیه؟ حس 2 طرفه و احساس مسئولیت. منم موافقم با همین دیگه، تکرارش نکنم. بهترین و بدترین خصلتتون چیه؟ بهترین خیلی زود همه چی رو باور میکنم و به نظرم این بهترینه، چون باعث میشه هم حس خوب به طرف بدم، همین که خیلی سعی کنم
کمک کنم به آدمای اطرافم، حتی اگه بیشتر از توان خودم باشه. بدترینش هم اینه که خیلی زود عصبی میشم، خیلی زود. یعنی اصلا اون کنترل عصبانیت انگار دکمهش تو من خاموشه. من میخوای صدای منو در بیاریم، صدای من در اومده هست. خیلیا میگن چرا انقدر جیغ میزنی، چرا انقدر عصبی هستی. اینجا هم شما میخواین صدای منو در بیارین. سوال این بود که بهترین خصلت و بدترین خصلت. بهترین خصلتم میتونم مهربونترین آدمی که هست توی شخصیت خودم باشم. در همون صورتم که مهربون میتونم باشم، میتونم بدترین و مزخرفترین و بی‌اعصاب‌ترین آدمی که میشه باشم. یعنی بهترینش اون مهربونیه رو بگیریم، بدترینش هم همون اعصاب خوردیه ای که حالا نشون دهنده است. نظرتون در مورد این جمله چیه؟ اگه پارتنرم غذاشو کامل بخوره کنسله. این اون کلیپه. نه این کپه اونه، برعکس من باید خوب بخوره، یعنی غذاشو باید خوب بخوره تا اصلا بتونم باش ارتباط بگیرم. من با این هیکل نمیتونم انقدر غذا تصور کنم یکی بخوره. چیه خب آخه منم نظری گربه است در مگه؟ مورد غذا ندارم. خب طرف هر کی هر چقدر دوست داره می‌تونه فتوسنتز بخوره. میکنی؟ والا. راجع به غذا مگه میشه کسی نظر نداشته؟ نظری ندارم راجع به شخص متقابلم که چقدر میخواد بخوره نخوره. خب حالا مثلا میگم من اصلا پرخور، شما نمیخوری غذا؟ چرا همه غذا میخورن؟ چه ربطی به غذا نمیدونم، داره؟ سوال این نمیگه بود چرا که تو به طرف من غذا میخوره یا نه. نه بابا خب تو اصلا داره چرا میگه دعواتو با نظرت من در نکن، با مورد- طرف حساب کن. تو چرا با من میگه دعوا میکنی؟ نظرت در مورد حجم غذای طرف مقابلت چیه؟ خب من مگه مرغی بدونی روزی چند کیلو دون میخوری؟ همین خب دیگه، آفرین، به ما ربطی نمیشه نداره طرف دیگه، چقدر هر میخواد چقدر بخوره. خورد. آقا میزان سوال هر چقدر خورد. به نظرتون هزینه‌های رابطه با کیه؟ خب الان من مثلا بگم همه هزینه‌های یه رابطه با پسره که الان حمله میکنن به من. بله قطعا حمله میکنن تو کامنت ها. خب ولی تو واقعا کامنت چیه همینجا؟ کامنت کجاست؟ هنوز نرسیدیم به کامنت. همینجا ما مشکل داریم. بعد دختر اگرم حساب نکنه مشکل ندارم ولی اگه توکشو بزنه بگه حالا این سری من حساب میکنم، من نمیذارم حساب کنه، ولی اون فازه قشنگه به نظر من. اون چیزی که اون میگه به من اون قشنگه، ولی اینکه خب نه باید این فلان کنه، نه من اصلا نمیتونم حتی با کلمش کنار بیام. گفت کامنت ها، من همینجا کامنت نوشتم واسش. اون مرامه قشنگه به نظر من، حتی در صورتی که با مرام نباشه. بچه‌ها نظر شما چیه؟ لطفا نظرتون رو با ما به اشتراک بذارین. هزینه رابطه با کیه؟ اگه از ویدیو تا اینجا خوشتون اومده کامنت بذارید، لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنین. سن همدیگه رو حدس بزنین. به صداشون که میخوره 33 4 5 42 زمان انقلاب. اعصابه که میگه زمان زیاد، ولی حالا با چیزهای گفته هایی که دارن میگن خودشون، همون چپ و راست سی رو بگیری میخوره همون. یا رسیده به سی یا قبل سی نرسیده به سی، ولی همون اطراف پرسه میزنه قطعا. خب ظاهر طرف مقابل رو حدس بزنین. فکر میکنین طرف مقابلتون چه شکلیه، چه تیپی داره؟ اول شما. من بگم طرفم چه تیپی داره. تایپش مهمتره واسم تا تیپش. خب الان سوال تایپ نبود. آها سوال تیپه. تیپشم به اعصاب خرابش کلاسیک پوش میخوره، ولی فکر میکنم الان لشی چیزی اومده باشه. یعنی لش که میگم اسپورت، در واقع لش گشاد به 30 سال نمیخوره، ولی تیپ اسپورت فکر میکنم تا کلاسیک باشه. خب به نظر من یه شلوار جیم پوشیده با یه پیراهن و یه کتم. آره چون شنیدم گفت کتمو در بیارم گرمه، کتم پوشیده چه دیگه. زرنگ ریزبینی. دیگه همین. جلو دوربین به همدیگه از 1 تا 10 با دست نمره بدین. بدم الان امتیازو بدم. با لایک یا دیسلایک به دوربین نشون بدین که دیت بعدی رو با هم میرید یا نه قبل از اینکه همدیگه رو ببینید. دیت بعدی رو با هم میریم یا نه.
سخت ممتنع ندارین یه خط صاف؟ یه خط صاف. خب الان دیگه بعد دیوار رو برداریم، صندلیاتون به پشت هم، بعد میچرخیم به سمت هم و همدیگه رو میبینیم و من از سوال آخر ازتون میپرسم. خب 3 2 1 که میگم برگردین همدیگه رو ببینین. چجوری میخوایم ما باید پاشیم سرپا؟ آره دیگه سرپا دیگه. بابا مگه میشه با صندلی؟ بابا دنده عقب. چرخی نیست که. ببین شلا زیرت میگیری میچرخی میشینی دوباره. بابا این صندلی پلاستیکیه به قرآن اینجا ان میشیم زمین. نه بابا الانم فرقی نمیکنه، همینجوری نشستیم بچرخ دیگه. تو الان تو یهو بعد با هر موقع چرخیدی بگو تا منم بچرخم بعد. اول تو بچرخ. برای چی اول من؟ خانوما مقدم‌ترن. اطلاعی نه. آقا من 3 2 1 میگم. خب بلند شین صندلیتون رو سمت هم بچرخونین. نمیشه 1 2 3 خیلی بگی؟ خوب. من از 1 بلدم. 1 2 3 بسم الله. فقط آدم جای میره آدامس نمیخوره که اینجور جا. خب حالا بگین نظرتون در مورد خودتون عوض شده یا نشده. اگه حرفی دارین به هم میتونین بزنین به عنوان کلام آخر. نظرمون صفات صحبتی یه چیز دیگه بود، صفات زینتی یهو یه چیز دیگه شد. اگه قرار اخم کنیم که خب من کلا قیافم اخموه. فکر نمی کنم کسی قیافه ثابت داشته باشه. قیافه های آدم متغیره، نمیشه با اخم ها 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 بخندم. من که باید بخندی دیگه. الان ادا منو در آوردی؟ نه خودم من الان با این همه سیبیل چجوری ادا تو رو در بیارم واقعا؟ ها ها ها. ها 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 که نیستی دیگه. خندت تو شنیدیم از اون موقع. خب چی بگم؟ خب حالا به هم از 1 تا 10 دوباره یک امتیاز بدین جلوی دوربین با دست. جلوی دوربین با دست امتیاز بدیم. من واسم چیزی تغییر نکرد، این اخما فیکه. من قبلش هم 6 دادم الانم همونه. منم همون قبلی. چند دادی اینو بگو؟ پس الان نظرتون در مورد دیت دوم عوض نشد، همون نظری که دادین. دیت دوم نظرم عوض نشد. نه اخما رو دیدم، نه منم بلدم اخم کنم، ولی اینجا نیومدیم اخم کنیم که دعوا مگه وا نداره. خب ادا منو در میاری تو هم دیدی من از اون موقع داری میگی ادای منو در آوردی. من به تو گفتم نه. چرا داشتی ادای منو؟ شماها شاهدین که داشت ادای منو در می آورد. کی شاهده؟ مگه دادگاه آقای قاضی؟ بزن چکشتو بگو چی کجا؟ نمیگفت نه همین که اینو برداشتیم نگفت از اون موقع ها ها ها. خیلی زشت نیست آدم که اینقدر دم از شخصیت میزنه بگه ها ها ادای خانمو در بیاره. من داری میپرسی دارم میگم ادای تو رو در نیاوردم. شال تو سرت کن جلو دوربین زشته. شراره‌های آتیشو بریز تو. ولی خب اونجا من شما رو واقعیت مسخره نکردم، گفتم از عذرخواهی ابایی ندارم، ولی وقتی میگم مسخره نکردم دلیل به عذرخواهی هم نیست. من میخندم دیگه. نه اون خنده رو نکنی پسره. خب دوستان تو کامنت ها برامون بنویسین با این اتفاقایی که افتاده با هم دیت دوم میرن یا نه. به نظرم جواب مشخصه، نیازی نیست، ولی خب برام بنویسین نظرتون در مورد این ویدیو چیه. از اینکه تا اینجا ویدیو همراه ما بودین خیلی ممنونم. لطفاً مجدد میگم کانال رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین. تموم شد. صدق الله العلی العظیم. آخه خسته نباشید. خدا قوتتون بده.